سرخط خبرها. هشدار اسرائیل هیوم درباره آغاز احتمالی دور تازه درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل. جلسه فوری ترامپ با فرماندهان نظامی. 900 ژنرال آمریکایی برای جنگ با ایران آماده شدند. کرانه باختری سکوی تازه برای ضربه به عمق اسرائیل و اروپایی‌ها باخت دادند. روسیه یک تنه پنبه اسنپ‌بک را زد. سلام، به این سرویس خبری خوش آمدید. روزنامه اسرائیل هیوم در گزارشی از احتمال وقوع درگیری نظامی تازه میان ایران و اسرائیل خبر داد و نوشت تلاش‌های دیپلماتیک به بنبست رسیده و احتمال جنگی جدید سخت‌تر و خشونت‌بارتر از گذشته در حال افزایش است. در این گزارش که یک شنبه منتشر شد آمده پس از جنگ 12 روزه هر دو طرف از پیروزی سخن میگویند. اسرائیل هیوم افزود با شکست مذاکرات هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، ایران کمتر از گذشته نگران جنگ است و همزمان بر ارتقای توان موشکی، تقویت دفاع هوایی و احتمال حمله پیشگیرانه تاکید می‌کند. این گزارش اضافه کرد اسرائیل در جنگ قبلی از غافلگیری کامل، حمایت آمریکا و سامانه‌های پیشرفته بهره‌مند بود. اما معلوم نیست در جنگ بعدی چنین پشتیبانی دریافت کند و ترکیب آمادگی بیشتر تهران و تردید درباره میزان حمایت آمریکا می‌تواند اسرائیل را با چالش‌هایی به مراتب سنگین‌تر مواجه کند. اسرائیل هیوم تاکید کرد پرسش اصلی این است که جنگ بعدی چه هدفی را محقق خواهد کرد. بیش از یک ماه پیش از اجرایی شدن مکانیسم ماشه، علی لاریجانی اعلام کرد جنگ نظامی میان حکومت ایران و اسرائیل هنوز تمام نشده و مقامات ایران در این زمینه باید همچنان آماده باشند. پیشتر در 26 مرداد یحیی رحیم صفوی مشاور عالی رهبر انقلاب با اتخاذ موضعی مشابه گفته بود احتمالاً میان حکومت ایران و اسرائیل مجدداً جنگی به وقوع خواهد پیوست، اما پس از آن ممکن است دیگر جنگی رخ ندهد. نشست اضطراری و کم سابقه‌ای که پیت هگست وزیر دفاع آمریکا فراخوانده است صحنه بین‌المللی را متأثر کرده. گرد همایی در پایگاه نظامی کوانتیکو در ایالت ویرجینیا که صدها ژنرال و دریادار و فرماندهان ارشد از سراسر جهان را گرد هم می‌آورد و به زعم ناظران نشان از آمادگی واشنگتن برای سناریوهای پیچیده نظامی و سیاسی دارد. پنتاگون این نشست را اقدامی فوری توصیف کرده و حضور دونالد ترامپ در این جلسه بی سابقه پیام روشنی از اهمیت موضوع برای کاخ سفید ارسال می‌کند. در چنین فضایی زمزمه‌های خطرناک درباره آغاز مجدد تقابل نظامی در منطقه تقویت شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با فاکس نیوز بر ضرورت تشدید فشارها علیه برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد و از همکاری اطلاعاتی با آمریکا سخن گفت. همزمان آویگدور لیبرمن در واکنش به فعالسازی مکانیسم ماشه نوشت دور بعدی روی اسرائیل با ایران اجتناب ناپذیر است و اسرائیل باید آماده باشد. در نیویورک سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با استناد به برخی منابع آگاه هشدار داد آنچه شما گهگاه می‌نویسید و تحلیلگران هم مطرح می‌کنند، یعنی تداوم تهدید حملات جدید علیه ایران، همچنان وجود دارد. این موضوع به خوبی گویای وضعیت است. لاوروف سپس ضمن انتقاد از سیاست‌های غربی گفت هم تهدیدهای نظامی و هم اقداماتی که با هدف خفه کردن اقتصادی ایران دنبال می‌شود به صورت هماهنگ طراحی شدند. تحرکات دیپلماتیک و فشار سیاسی نیز ادامه دارد. فعال شدن رسمی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی معادلات را تشدید کرده است. این موضوع هم بر ضرورت دیپلماسی و هم بر احتمال تشدید تنش‌ها سایه انداخته است. در این باره برخی دولت مردان غربی خواستار مذاکره با آمریکا شدند و این فراخوان درست در برابر مواضع قاطع تهران قرار گرفته است. از منظر تهران فشارهای اقتصادی و نظامی که لاوروف آن را عملیات حساب شده برای خفه کردن اقتصادی ایران خواند می‌تواند گزینه‌های پاسخ نظامی را تقویت کند. در تهران نیز واکنش‌ها صریح و هشدارآمیز است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران با اشاره به بازگشت قطعنامه‌ها گفت اگر کشوری بخواهد بر اساس این قطعنامه‌ها اقدامی علیه ایران انجام دهد با اقدام متقابل مواجه خواهد شد. او در ادامه افزود برای غربی‌ها مذاکره واژه فریب و فشار و برای خلع سلاح موشکی ایران است. این هشدارها نشان می‌دهد در صورت اجرایی شدن سیاست فشار و ادامه روند بازگشت تحریم‌ها احتمال واکنش سخت تهران و بروز مواجهه‌ای فراتر از سطح کنونی افزایش خواهد یافت. تحلیلگران میگویند آرایش کنونی شامل سه ضلع است: تشدید فشار اقتصادی از طریق بازگشت تحریم‌ها، فعالسازی مکانیسم ماشه و احتمال اقدام نظامی که با زمزمه‌های حمله مجدد اسرائیل به ایران همراه شده است.
در این معادله دو مسیر مقابل هم قرار دارند. فشار و تنگنای بیشتر برای واداشتن تهران به امتیازدهی یا ورود به فاز نظامی که میتواند آتش جنگ ایران و اسرائیل را شعله‌ور سازد. امی برباشالوم در گزارشی تحلیلی اعتراف کرد موجی از تلاش‌ها برای تولید و شلیک موشک از کرانه باختری در حال انجام است. موشک‌هایی که به طور مستقیم فرودگاه بن‌گوریون و نقاط مختلف دیگری را مورد هدف قرار می‌دهد. در این گزارش آمده است موجی از تلاش‌های تولید موشک در کرانه باختری برای هدف قرار گرفتن مستقیم فرودگاه بن‌گوریون و مناطق مختلف تل‌آویو در حال انجام است. ارتش اسرائیل و شین بت در حال انجام تلاش‌های اطلاعاتی و عملیاتی برای مقابله با این تهدید هستند. پنجشنبه گذشته وقتی از سخنگوی ارتش اسرائیل در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد تهدید موشکی از کرانه باختری سوال شد، او پاسخ داد: ارتش اسرائیل از این پدیده آگاه است و آن را زیر نظر دارد. او گفت اینها موشک‌هایی هستند که هنوز از نظر عملیاتی در سطح انجام حمله نرسیدند، اما ما این را ساده نمی‌گیریم. در ادامه این گزارش آمده است آمار ماه گذشته نشان دهنده شتاب قابل توجه در تلاش‌ها برای تولید موشک‌هایی است که منطقه تل‌آویو بزرگ را تهدید می‌کنند. چهارشنبه گذشته یک موشک بدون کلاهک جنگی در نزدیکی طولکرم پیدا شد. اعتقاد بر این است این موشک پرتاب نشده بلکه از قبل در یک منطقه باز به عنوان تله آتش یا وسیله انفجاری قرار داده شده بود. 2 هفته پیش یک تیم در مراحل پیشرفته تولید موشک‌های دارای کلاهک جنگی مشابه اولین موشک‌های قسام که در اوایل دهه 2000 تولید شده بودند در غرب رام الله دستگیر شد. یک موشک از این نوع برای تعطیلی فرودگاه بن‌گوریون و ایجاد وحشت در میلیون‌ها غیر نظامی در امتداد مرز کافی است. معلوم شد این تیم یک سری آزمایش‌های اولیه را در منطقه روستای نعیمه در شرق مودیعین، جایی که کشف شد، انجام داده بود. یک بازرسی یک آزمایشگاه پیشرفته حاوی مواد اولیه برای تقریباً 15 موشک در مراحل مختلف تولید را آشکار کرد. تخمین زده می‌شود بیشتر اطلاعات جمع‌آوری شده از جستجوهای اینترنتی به دست آمده باشد. مواد منفجره مورد استفاده این گروه ابتدایی و شامل کودهای کشاورزی، استون و مواد شیمیایی دارویی بود. میخائیل اوليانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین روز یکشنبه اعلام کرد تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران معتبر نیست و 3 کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه روند مکانیسم ماشه را نقض کردند. به گزارش خبرگزاری تاس، میخائیل اوليانوف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فرانسه، آلمان و بریتانیا ادعا می‌کنند فعالسازی اسنپ‌بک موفقیت‌آمیز بوده است. با این حال این روند از سوی 3 کشور اروپایی به شدت نقض شد و به همین دلیل روسیه دلایل کافی برای بی‌اعتبار دانستن آن دارد. پیشتر و در تاریخ 26 سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی روسیه و چین را که هدف آن تمدید فنی قطعنامه 2231 و تداوم حمایت از توافق هسته‌ای ایران برای مدت 6 ماه بود رد کرد و اجرای تحریم‌ها از روز یکشنبه آغاز شد. ممنونیم که تا پایان با ما همراه بودید.